دوستان عزیزم سلام. غذای امروز یکی از خوشمزه ترین غذاهاییه که خودم تا حالا خوردم و امیدوارم شما هم درستش کنین و به اندازه من ازش لذت ببرین. مواد لازمش رو هم میتونین زیر همین پست ببینین. برای درست کردن انار بیج گیلانی اول گردو رو یکم تفت میدیم و وقتی داغ شد رب انار رو بهش اضافه میکنیم و باز تفتشون میدیم تا موادمون داغ شن. بعد یه لیوان آب یخ بهش اضافه میکنیم و همشون میزنیم تا بازم موادمون داغ بشن و بعد مجددا 2 لیوان آب یخ دیگه هم بهش اضافه میکنیم و دوباره خوب همشون میزنیم و نمک و فلفلم بهش اضافه میکنیم و درشو میذاریم تا نیم ساعت بپزه. بعد از نیم ساعت دوباره آب یخ بهش اضافه میکنیم تا روغن گردو حسابی در بیاد. تا گردوهامون در حال پختن و جا افتادنن سبزیامون رو هم سرخ میکنیم و کنار میذاریم. در همین حین گوشت چرخ کرده رو هم با پیازی که خوب آبشو گرفتیم و سبزی که ریز خورد کردیم و نمک و فلفل و زردچوبه خوب مخلوطش میکنیم و ورزش میدیم و میذاریم 1 ساعت استراحت کنه. بعد به این صورت و در این ابعاد گردشون میکنیم و میذاریمشون کنار. بعد از 2 ساعت پختن گردوها سبزیایی رو که سرخ کرده بودیم بهش اضافه میکنیم، بهش گلپر میزنیم و میذاریم نیم ساعت آروم قل بخوره. بعد گوشتا رو بهش اضافه میکنیم و 10 دقیقه هم در ظرف و باز میذاریم تا گوشت خودشو بگیره و بعدم درشو نیمه باز میذاریم تا نیم ساعت بپزه و تمام. مطمئنم که عاشقش میشین. حرف نداره این خورشت خوشمزه و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس.